کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی، تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیوی و فعالان جامعه از آثارخانه تاریخ و کشورشناسی ناحیه بازدید به عمل آوردند. در جریان بازدید مهمانان با نگاره‌های تاریخی، بازیافت‌های باستانشناسی و آثار گرانبهای فرهنگی نیاگان ما که در گوشه‌های مختلف آثارخانه به نمایش گذاشته شدند شناس گردیدند. نگاره‌های عصرهای قدیم از جمله اسباب و انجام‌های روزگار گذشته، سکه‌های کهن، قالین‌های دستباف، کلالی و کنده‌کاری و دیگر اشیاءهای نادر تاریخی گواهی روشن فرهنگ غنی مردم تاجیک در طول هزار ساله ها می باشند. ضمن معرفی نگاره‌های تاریخی مسئولین آثارخانه یادآور شدند که این بنای زیبا و معاصر ثمره استقلال و وحدت کامل میهن بوده. سال 2021 با اشتراک بواسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح گردیده است. حالا در آثارخانه زیاده 3600 یادگاری گوناگون تاریخی جمع آوری گردیده است که بازگوی تاریخ کهن داشتن باشندگان ناحیه می باشد. با تشکیل حفریات‌ها، با تشکیل کارهای حفریاتی در قلعه‌های هلیورد، لغمان، ارتبوز 1، ارتبوز 2 و قلعه زالزر کارهای حفریاتی را براه مانیم و آثار نادر تاریخی را به آثارخانه ناحیه جلال‌الدین بلخی آورده باشیم. خرسندی آور است که آثارخانه تاریخ و کشورشناسی ناحیه جلال‌الدین بلخی همه روزه درهای خود را برای ساکنان و سیاحان داخل خارج کشور گشاده است و امروز ما امکانات آن را داریم که همین هر یک گوشه تاریخی آثارخانه ناحیه جلال‌الدین بلخی را به جهانیان معرفی نماییم و راهبلدان ما آماده هستند که با زبانهای خارجی سیاحان را قبول نمایند و این همه از صلح و ثبات و وحدت و همدلی ملت ما دلالت می‌کند. در برابر به نمایش گذاشتن بازیافت‌های تاریخی گوشه مخصوصی نیز تأسیس یافته است که در آن دستاوردهای زمان صاحب استقلالی مملکت به طور مکمل معرفی گردیده است. این گوشه تاریخی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بخشیده شده. در آن زحمت و تلاش‌های سرور دولت در راه تأمین صلح و ثبات و سهمگذاری در رشد ناحیه جلال‌الدین بلخی را انعکاس نموده. پیشرفت‌ها در بخش‌های اقتصاد، فرهنگ، علم، معارف و تندرستی را فرا می‌گیرد. نگاره‌ها دوره‌های گوناگون تاریخ ملت تاجیک شروع از عصر 6 پیش از میلاد تا زمان نو را در بر می‌گیرد. یادگاری از همه قدیمه و دقت جلب کننده این میراث تاریخی کافرقلعه یا هلیورد که منسوب عصر 6-7 تا میلاد است، زینت بخش و وسیله جلب سیاحان داخلی و خارجی به آثارخانه ناحیه جلال‌الدین بلخی میباشد. در عموم هر یک مهمان آثارخانه ناحیه جلال‌الدین بلخی میتواند با گذشته پرافتخار ملت تاجیک با پرگی آشنایی پیدا نماید، زیرا آثارخانه مکان است که با واسطه یادگاری‌های قدیمه میتواند به تماشابین تاثیر گذاشته شخص را در روحیه وطن دوستی، افتخار ملی، ارجگذاری به آثار انتیقی، زیبایی پرستی و درک عالم نفاست تربیت نماید. ضمن بازدید مسئولین آثارخانه ابراز داشتند که چنین چاره‌بینی‌ها برای بالا بردن حس خودشناسی و وطن‌دوستی، ارجگذاری به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و این چنین معرفی دستاوردهای زمان صاحب استقلالی میان ساکنان اهمیتی بزرگ دارند. قطع گردید که محض با شرافت استقلالیت و سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چنین مؤسسه‌های فرهنگی رشد کرده به یکی از پایه‌های مهم خودشناسی استقلال کامل ملی تبدیل یافتند. جمعه‌خان باباخانزاده، فروخ سفر، منوچهر آدینه، ناحیه جلال‌الدین بلخی. اخبار